عطر و بوی خوبی داره. استفاده از دستگاه ولی کاربردی برای زندگی بهتر. سیم ظرفشویی استفاده شده رو دور ننداز. یه تیکه کوچیک از اون رو برش بده، باتری که دیگه کار نمیکنه رو بردار و روی الکترود منفی باتری قرار بده. باتری رو بذار روش و تا 1 سال این باتری ساعت برات کار میکنه. اگه قیچیت کند شد اون رو دور ننداز. به شما یاد میدم که چطور اون رو تیزش کنید. قیچی رو بذارید داخل لیوان، جوش شیرین، نوشابه گازدار و سرکه سفید بریزید. بذارید 10 دقیقه بمونه. حالا برش دارید. ببینید چطور پارچه رو میبره. کاملا تیز شده مثل اولش که خریدیش. برای تمیز کردن و خوشبو کردن توالت داخل یه بطری جوش شیرین، آبجو، آب اکسیژن، مایع لباسشویی خوش عطر و بو و آب بریزید. 2 تا سوراخ رو درب بطری ایجاد کنید. درش رو ببندید و بذارید داخل مخزن آب. به این ترتیب توالت شما همیشه تمیزه و عطر و بوی خوبی داره. استفاده از دستگاه مخلوط کن آسونه ولی تمیز کردنش خیلی سخته، مخصوصا زیر تیغه. به شما ترفندی یاد میدم تا مثل روز اولش تمیزش کنید. 2 تا پوسته تخم مرغ، 1 قاشق نمک، 1 قاشق جوش شیرین و مقداری سرکه سفید و آب رو اضافه کنید تا روی تیغه رو بگیره. حالا روشنش کنید. بعد از 3 دقیقه با آب بشوریدش. تمیز میشه مثل دسته گل. اگه تو روغن مرغ سرخ کردی و روغنت پر از تکه‌های مرغه و دوباره میخوای از روغن استفاده کنی، 1 قاشق نشاسته، 1 قاشق آب هم بزن و بریز تو روغن داغ. اجازه بده تا نشاسته همه ناخالصی رو جذب خودش بکنه و بعد نشاسته رو بردار. 3 تا قلبم برای من بذار. نکات ریز و